ابو عبدالله محمد اسماعیل بخارایی در شرایط وزنین بحرانی علم حدیث از بین صدها نفر دانندگان معروف حدیث های نبوی با تازه کردن آنها کمر بسته از میان صدها هزار حدیث بافته 7250 حدیث صحیح را با کارکرد اصول علمی، منطقی و تاریخی به عالم اسلام پیشنهاد کرده است. علم جهانی و کل مسلمانان عالم جامع و صحیح امام بخاری را صحیح ترین کتاب بعد کتاب خدا یعنی قرآن کریم می دانند.